اون مثل داداشم بود، یعنی اگه نگرانی داشت یا کم بود، ناهمواری داشت راش یا کج بود، گذر ماها سخت بود و ناراحت بود، یکی کنارش تا آخر بود، حتی اگه باز باهاش قرب بود. دغدغش دغدغم بود، خندهش قهقهم بود، بعد با حرف میزدم مصلحت بود، مشکلا برطرف بود، در حد توانم بهش یاد دادم، در حد سوادم که اگه خیلی ها برنده نباشن ولی پیروزن، خسته نباشن. خودش میدونه با کیم، آسمونش اگه ستاره نداشت با چراغ قوه بالا سرش بودم، اگه لخت میشدن بالا پرش بودم، که پرواز یادش نره، حفظ بکنه آسمونا مالمان، حتی اگه باشه سلول درش.